از خانه همسایه هستیم. خب همسایه هستیم، صاحبش فعلا در کمپانی است که ما خودمون اینجا 3 فامیل هستیم کرا میتیم. 3 فامیل در یک گاوی؟ 3 فامیل در یک گاوی. اما هر که مستقل است، اگر که در گوشه خود است، هر که در سرگرم کار. چی مشکل داری خودت؟ لالا مشکل ما بسیار است. بین الله تسلیم لالا. پایکت نه در چی شده ای پایک؟ این پایم در جولگری لالا شده ببینه ولات. ایده کار شده دیگه؟ بله ایده کار شده. دزدالالا رای مرا گرفتن که چاقو زدن اینجا بینی اولا حتی این دشانه مم خورده که چاقو. این بوتکا از خودت از بوتای کارت است؟ بله این بوتای جولگری مثلا. چند سال میشه ایره نگاه کردی؟ لالا دیگه نمین از اول حکومت تشریف کنید تا فعلا هستیم دیگه نداریم اون قواستوانه که یک جور بوت بخریم جولگری کنیم سرش. باز به این پایت که اوگار است و زور سابقت مانده؟ نه خیر نه لالا زور سابق که میمون دیگه قدر خارج زور نمیموندیم دیگه. بله میکنیم پیش یک دو تا نان پیدا میکنیم خدا را شکرت کنیم میشه روز ما کنیم چایم در نان چای یک پیوی کچالو میگذارنیم دیگه چاره نیست. این پسخانه و آشپزخانه از گردویش هست ها؟ آشپزخانه. خب بر ما بگوین که چند نفر هستین در خانه، کاریگر کی است، بچه‌ت کجاست، بچه داری نده؟ لالا بچه غیر مال خدا، اینی بچه کلانم است، این دخترک کلانم است. بچه نداری؟ بچه ندارم نه فعلا اینم 4 تا دخترک دارم، یک سیاسر یک خودم بجز الله. بسیار دیگه لالا روزگار خراب است. والله چی کده گلونو تا مادر؟ از غم تشویش جگرخونی بیروزگاری دیگه لالا روزگار خراب است. اما دل عقده کرده که جمع گپ زد شیرت ها میشیمه گپ زنن دیگه برمون نمونده. چرا؟ چی رنج میتید جاد؟ رنج داریم روزگار فقر بیچارگی ناتوانی اردم شهیدی اینمی لالا رنج است. امی که در روز که دمی کار میبریم دمی مندگی که میریم پشت یک لقمانان که نمو پیدا نمیتونی کرده کار نمیتونی کرده که میایی نمیشه یک رنج است. اینمی یک تشویش است. امروزم رفتم و مندی والا مرا گفت بچه گفت برو دم خانیت بشی گفت خدا مهربانت گفت کراچیونی کرده خب بیاد نمیتونی گفت کدام جای مفتی یکیت خو میده شدی پای دیگه تا میده شدم 4 تا 4 سر تکی جمع میکنه. آخر تا 11 بجه بودم 11 بجه خیستم آمدم تا 11 بجه بودم باور بم نکنیم با خدا جان کنی که موقع کار نکردم که نان صبح چاشتا میخوردم. درک میخواد بشیری ضعیف شد. آمدیم آخر که این چای خود یک لقمه نان کرد یک پیاله چای شیشتیم خوردیم صبر خدا کرد دیگه چاره نیست. بله چیزی که کلش لالا دینمی جول شده ای چرا؟ کلش لالا دینمی جولیگری خوری و غریبی شده بین ملت شده. والله دیمی لالا با جولی و غریبی دینمی ملت شدیم. چیزای گرنگ ورداشتی ها؟ لالا که نمی‌ورداشتیم هم یک لقمه نان به دست نمی‌آمد. وقت تا وقتی که شیما قوت داشتیم ورداشتیم مال از پای ماندیم مال نمیتونیم کردن. خب وقتی که پای جور بود کارت میشد خدا را شکر است میتونستیم می خرج خانه خدا پیدا کرده میتونستیم. بله اما حالا دیگه از شیما قوت رفتیم دیگه. این پایت تو نشان بده چی رقم اوگار شدیم داستانش برای ما بگو. لالا پای می رقم شد کراچی را کش میکردم زمستان بود کراچی در چقوری دن بود نفهمیدیم که اینجا چقوری است. وقتی کراچی را کش کردم کراچی در چقوری افتاد. کراچی مال بود کراچی زر افتاد خودم در زیر کراچی اگاده بیوش آمدم در شفاخانه. این پایم لالا بیرقم دوزا سر مال مردم که در چاقو زدن مال نتانستن بردم و خودم را انداختن در سرک. مال از مردم بود؟ مال از دیگه کس بود خودم جولی بار کرده بودی؟ بله بار کرده بودم می بردم با دکانش تسلیم میکردم که رای مرا دوزا گرفت این حکومت تشریف کنی.
دشار در شهر در کوچی منده ای. الله در روز روشن روز روشن لالا. روز روشن دیگه بسیار اقتصاد ما را زدن یا خراب کردن. خب وقتی که افتید زوف کردی شفخانه کدام مسلمان مصاحب بار برده بوده؟ نه خیر نه لالا صاحب بار نبود. یک مسلمان پیدا شده بیاد شما نباشه، یک دوست خدا پیدا شد برد در شفاخانه بوده، با اوش آمدیم که در شفاخانه هستم. چه وقت فامیلت باز خبر شد؟ فامیلم لالا شو خبر شد. خودم در شفاخانه شو که خانه نامدم، فامیلم خبر شد که چرا در خانه نامد. بله. وقتی که زنگ زدن برای من گفتم بعداً من خود شفاخانه هستم. شو دیگه سیاستم خامده نتانست و نموجا خدا داد و ما تیر کردیم دیگه. الله. تقریبا یک ماه فکس در شفاخانه افتاده بودم. دینمی خانه بجز دربار الله دیگه هیچ. دی پولیت کی میشینه؟ دی پولیم همسایه هستک. خب چند فامیل است؟ یک فامیل هستی همسایه هستک. خب او طرف او هم همسایه است. صاحب خانه اینجا نیست، صاحب خانه در کمپانی است. خب بازار کس کرای خود جدا هر کی کرای خود جدا میبره برش میده و هم مردکم خانه شاباد. بیادر می کمی پوره کردی بریم بیاری بته که نکردی سرطان کدام زور تا زر ندارم. بله. زندگی سخت میگذرم؟ بسیار لالا سخت میگذره، بین حالت هستیم لالا. زمستان چی رقم سپاری کردی؟ لالا زمستان نشانیشون در کنج افتاده. بس زمستان از مندهی کارتن جمع میکردم بار جمع کردم اونم رو آوردم زمستان سوختاندیم. کاغذ نصف شب خانه تو یخ میشد گرمم نمیبودیم سینش تو کاکای سینه فقط و نصف شب بخو کاغذ دادم چوب موب چیز نه خیر نه لالا توان یک تاتانم قدر هم زمستان هم یک روز یک کار میکنیم 3 روز 4 روز دیگه بیکار به خاطر از اینی که یخ میشد درد میکرد مفتادم در خانه زدم میرم که یخ میشدم یا حال شاید بار گرنگ بردان حال لالا دیگه فکر میکنم که یک عباس رفت از دستم او دورا دو تایره است؟ کراچیم 4 تایره است 4 تایره است بله سر از یگان چیز اگه بفروشی نه؟ پیسه اگه دستمایه پیدا کنیم خدا میرباند میکنیم دیگه حالا خجالگی خلاص شدیم دیگه مجبور هستیم یگان چیزای سبک یک ترکاری پارتی یک خدا میرباند سک میشه سرمایه نداری؟ نه خیر حالا قسم حق ندارین که می در پا ندارم زیاف شخبان در پا که در پا یک پارچنان میشه گوشت کبیتی سیر نمیکنه بله بجز دربار الله دیگه افتادیم یه شب روز خودم میگذرانیم بعدم خانه پدر از این مردک آباد که گفت هر وقتی که برابر کردین در دستان برابر شد بریم بیارین بتین اگر نشد من سرطان زور ندارم حالا روز آمده طلقه مجبور هستیم بله که من که شما گزاره نکنم دیگه شما را اگر ناخن او گار بگیرم شما آیات کجا میکنین دیگه افتادیم یک اتاق و او طرف آشپزخانه هم است تشناب نمیخدر جای بس نمیخدر جای وای تکه و یارک زدی ایر خودت ایر خودم زدیم میکنم ما این چادرم یک دکاندار بندی خدا آمد مرا گفت بچه چه رقم است زمستان زیر برف لایه گفتم لالا دای جوالیگری خمه قشوه کشکم سیر شوه بعد خانه شاباد ما این چادرها را اثر دکان خود اثر چجی بیره دکان خود کن مرا داد که بگیر ببردم اونجا برات یک شایمانه جور که زمستان از برف و باران بیش باشی و تابستان از افته دیگه بجز دربار الله بله این نمی زندگی خدا بچه برات نصیب نکده نه دیگه البته رضا الله نبود بله دخترک کلان تمی است دخترک کلان می نیست یا باز مسجد مدرسه جای میرن مسجد میرن خب فقط اون مسجد روی میکنه مولارم خدا خیر و برکت نصیبش کنه از اینو نمیگیره از دیگرایی که داره میگیره از کسی که نداره فی سبیل الله درس میتشن سبق خدا میده خیر نصیبش کنه بخیر باشین الله خیر میبینیم بله پیش میجا قضا شام بود پیش برادرام بله شماره شب آمدم پیدا کردم خب کسشون گفت زدن گفتم خدا مهربان از ان شاء الله فرصت شد میایم بله اون دختره که شما دو آخرش تا البته دیگه خونم میشیم کمی پیسه بود و پیسه یک دتا نام بله کمی کشیدیم مسکین از بس که پیسه را ندیدم لفت رستن همون تو دوید اشت پیسه بله سر شماش کردیم خیر است آرام باشن نام خوش بخیره دیگه بله خب جگر خون میشه بله بله واقعا که زندگی برو بیارن بجوره بود نمیفهم بعد دیگر کاملی به ما چبلق نبودی ایلا با کیم کار کرد بفهم بتکایش پایکایش زده خراب است اونم زنم سایه داده داشته
و یکایش هم میزنه خراب است پدر پیسه نبودی کار کنه اگه دیگه ما بود میاد برو بچیم خیر خدا مهربان است بیا خداوند مهربان است. بخیر باشین لالا، سلامت خیر ببینین. چرا خودت ای لالا همین روزگار هم اقتصاد کمی تشویش که دیمی کردی دیمی دل که انداختم دیگه جور باشه بیادر کمی بخی از این گرد زدن از این ششتن میمونم. چرا تو بدنت لرزه میکنه؟ این کل تاثیر این فقر و بیچارگی ناداری است. این فقر و بیچارگی ناداری سرم زور کرد هزار مرض در جان انسان خانه میکنه. بالکل. دفعه بشه از بیادر که این دیگه کارش دادن نمیشه. خب ما یک مقدار مواد خوراکه را آوردیم به کمک یکی از هموطنا. بخیر باشین. کورم برای تسلیم میکنیم بخیر باشین. ببینیم که خدا چی میکنه. تا که میخورین پروردگار بازم مهربان است نه؟ دیگه خداوند پاک و کسای را خیر بده که کمک میکنن و همکاری میکنن. خانهشان آباد. خدا هم قبطشان که جمع کرده. الهی امین. مواد خبر تقدیم میکنیم از طرف برادر ما سید اکبر رضایی که از جرمنی 19300 روان کرده بود. پول مواد ما برشان تقدیم کردم ببینم چقدر باقی مانده او را بر شما تقدیم میکنم. سلامت بدار بخیر باشی. این 8300 از طرف برادر ما سید اکبر رضایی که قبطشان که جمع کردن. با عزت باشی. خدا رو خیر بده که کمک کرده و کمی پرسان غریب میکنن حال از دل غریب میان خداوند پاک هم قبطشان که جمع کردن. بخیر باشید برادر. خیر سلامت باشین. سپاسگزار هستیم از برادر ما سید اکبر رضایی که کمک کرده بودن و چند بار زنگ زدن. ما برشان گفتم که می تلاشی خانه به خانه از جایی که ما بر ثبت میریم اجازه نمیتن که باز موتر بکشی یا داخل بیاری، چون اون روزم که ما و شما برنامه داشتیم تلاشی بود باز ما گفتیم خیر است یک دو سه روز بعد دیگه اگر دیر شدم ببخشن. بخشش زندگی سلامت شما که به داد ما رسید خدا به دادتان برسد. سلامت باشید. بخیر باشید بدر. خیر ببینین. خدا مهربان. زنده باشید. بریم خیم سودارم تسلیمتان کنیم باز ما میریم. سلامت. ببخشید زامنتایتان که همه قرار نیست که یک پیاله چای دادم رویتان میمونده مو بدن. از طرف برادر ما سید اکبر رضایی بود که بر ما پول روان کرده بود و ما مقدار مواد خوراکه خریداری کردیم. 8300 نقد برکاده. بخیر باشید. از اون 8300 در این کراچیگه که تاکسی 4000 ایگان سودا مازاد کارت و دمی نزدیکا و فروش برسان کار گرنگ کی میتونه. یا الله یا تقدیر قسمت نصیب اگر از خدا باشه مجبورم این کارو میگم دیگه از این کار خودم دستش رفت. یک 2000 هم که ترکاری است. خیر باشه. خدا مهربان است و فایده میکنید. زنده باشید. خانه تان صحیح است. بخیر باشید. به یک دعا میکنیم پروردگار کسای کمک میکنه خداوند پاک خیر نصیبشان کنه. نصیبشان بده شب که جمع کردن. دی آمد ماه مبارک رمضان و پروردگار عالم هر کسی که هر چیزی در توان داره نمی وقتش از کمک کنه و خداوند پاک کسای کمک میکنه یا نیتش داره کمک نمیتونه وارم خداوند پاک هدایت نیکی کنه که هم کمک به خور غریب مسکین بیچاره کنه که دست و مارم توفیق عمل نصیب کنه جان جور که بر شما نصیب شما کنه. الهی بخیر باش. بخیر باش. الله شماره تلفنت چند است؟ شماره تلفنم 0777 22 89 55. پس اثر 0777 22 89 55. پیش خودت میباشی؟ بله پیش خودم میباشم. این یک تلفن شماره که غریبی مسکینی بیچارگی دارم همین تلفنی هم که هست همین هم از خودم نیست. بله. همین هم یک
مسلمان خدا بیاد شما نباشه میرم مو برم دادگاه بچه میره بگی پیشت باشه خدا مهربان است. یک دوست رفیق یک آشنا بر زنگ بزنم لنبر خدا داشته باشه که یک وقت نو خبرت نمیگیره. اما استاد بسیار روزگار خراب، بسیار وضعیت خراب، بسیار دولت فقر بیچارگی زندگی رو پیش میبریم. بیا تا کی مصرف میکنی خدا مهربان است. خدا پاک ازش نصیب شما کنه. که یک چاره کو یک پناه به خدا دیگه. یک زندگی خیر باشه میکنیم بخیر. کس اگر مستقیم کمک داشت اون شماره تاست اگر بر ما روان کرد باز ما خبرت میگیم. بخیر باشین یاد الله باشین. قربانت سلامت. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.